سلام و درود رفقا. من سجاد هستم و این دوره پایلرنه. در دوره پایلرن برنامه‌نویسی پایتون یاد میگیریم با رویکرد هوش مصنوعی. این قسمت دوم آذر ماه 1403 ثبت میشه. در این غروب جمعه پاییزی خوش اومدید به قسمت هفتم از فصل یکم دوره پایلرن. در قسمت قبلی ما چند تا بازی و اپ با لیست ها طراحی کردیم. بازی با مزه هنگمن رو با هم طراحی کردیم و اپ آنفالویا به اینستاگرام رو طراحی کردیم. در این قسمت قرار 3 تا کار جالب انجام بدیم. 1. بازی ریممبر نامبرز رو طراحی میکنیم. 2. با ویرچوال انوایرمنت ها در پایتون آشنا میشیم. و 3. با یکی از پکیج های جالب پایتون به نام ریموو بک‌گراند آشنا میشیم. خب اول میخوام در مورد ویرچوال انوایرمنت ها باهاتون صحبت کنم. بذارید دفتر نقاشیمو باز کنم. یه سایتی هست به اسم اکسکالیدراو که میتونید توش نقاشی بکشید، نمودار رسم کنید، جدول بکشید. برای یادداشت برداری خوبه. کلا یه وایت بوردی بهتون میده که میتونید توش هر چیزی دوست دارید رسم کنید. خب اینجا پایتون. بچه‌ها ما از ابتدای مسیری که شروع کردیم پایتون رو یاد گرفتیم تا اینجا یه پایتون داشتیم، همه کارامون رو همین پایتون انجام میدادیم. مثلا من یه دونه پایتون ورژن 3.12 برای خودم نصب میکردم و تمام کدهامو روی همین پایتون 3.12 ران میکردم. تمام پکیجایی که میخواستم نصب کنم رو همین پایتون نصب میکردم. اما یه راه اصولی تر و استانداردترش اینه که ما از ویرچوال انوایرمنت ها استفاده کنیم. محیط های مجازی پایتون. چرا ما از محیط های مجازی پایتون استفاده میکنیم؟ فرض کنید شما روی یک سرور به صورت اشتراکی با همکاراتون دارین کد میزنید. یعنی شرکت به شما یه سرور داده و چند نفر باید از یک سرور استفاده کنید. خب مثلا من هستم، این منم سجاد، همکارم هم هست مثلا اکبر آقا، یه همکار دیگه هم هست مثلا مریم، و هر 3 نفر میخوان از یک سرور استفاده کنن. خب اینجا ما میایم ویرچوال انوایرمنت میسازیم. میگیم مثلا بیا از این پایتون اصلی یه دونه پایتون فرعی بساز. اینجا یه مقداری کوچیک‌ترش کنم. مشکل شد. خب یه دونه پایتون فرعی، یه دونه پایتون مجازی بساز، اینو بده سجاد ازش استفاده کنه. مثلا هر ویرچوال انوایرمنتی میتونه یه اسمی هم داشته باشه. اسم اینو مثلا میذارم تست انو به عنوان مثال. اسمش دلخواه دیگه، هر چی دوست دارید میتونید بسازید. یه دونه ویرچوال انوایرمنت دیگه بساز برای اکبر. این یکی رو اسمشو مثلا بذار my env. شد my env. خب و اینم یه ویرچوال انوایرمنت و یه ویرچوال انوایرمنت دیگه هم میسازم برای مریم. این یکی رو اسمشو میذارم مثلا env1 یا اصلا هر اسم دیگه ای، مثلا پایتون 1. از روی یه دونه پایتون اصلی 3 تا پایتون مجازی ایجاد میشه و هر کدوم از این افراد فقط به پایتون مجازی خودشون دسترسی دارن و با اون کدهاشون رو اجرا میکنن. مزیتش چیه؟ این که هر کسی میتونه هر پکیجی که دوست داره با هر ورژنی که دوست داره نصب کنه. مثلا من میام روی پایتون خودم پکیج QR کد 1.2 رو نصب میکنم، در حالی که اکبر دوست داره بیاد QR کد مثلا ورژن 0.9 رو نصب کنه و ازش استفاده کنه. و هر کس میتونه از هر ورژنی که دوست داره برای هر پکیجی استفاده کنه. یا حتی گاهی من از سیستم شخصی خودم دارم استفاده میکنم و
دیگه هیچ اکبر و مریمی در کار نیست. اما من دارم همزمان روی چند تا پروژه کار میکنم. مثلا دارم یک وبسایتی طراحی میکنم که توی اون وبسایت نیاز دارم از جنگو ورژن 4 استفاده کنم. یه وبسایت دیگه دارم که توش از جنگو ورژن 5 دارم استفاده میکنم. به دلایلی هر کدوم باید ورژن جنگو متفاوتی داشته باشه. کلا استفاده از ویرچوال انوایرمنت ها خیلی خوبه. تا الان بهتون سخت نگرفتم و رو همون پایتون اصلی داشتیم کد هامون رو اجرا میکردیم. اما از اینجا به بعد سعی میکنیم به ازای هر پروژه مهمی که داریم یه ویرچوال انوایرمنت بسازیم و پکیج های مخصوص اون اپلیکیشن رو روی ویرچوال انوایرمنت خودش نصب کنیم. خب حالا دفتر نقاشیمو فعلا میبندم و بریم سراغ ساختن یک ویرچوال انوایرمنت. خب بریم سراغ VS کد یا پایچرم. تفعول میزنیم به حضرت هوش مصنوعی و یه سکه میندازیم. اگر هد اومد پایچرم، تیل اومد VS کد. میگم فلیپ ا کوین، یه سکه برام بنداز. تیل اومد، میریم سراغ VS کد. VS کد رو باز میکنم. خب اوپن میزنم در مسیر داکیومنتس، پایتون، پایلرن. یه فولدر میسازم برای جلسه 7. بازش میکنم. خب قبل از اینکه دست به کد بشیم اول میخوایم یه ویرچوال انوایرمنت بسازیم. ترمینال رو باز میکنم و در ترمینال میگم پایتون 3.12. من چون چند تا ورژن پایتون رو سیستمم نصب دارم اینجا باید حتما ورژنش رو قید کنم. شما اگر فقط یه پایتون روی ویندوزتون دارید فقط بنویسید پایتون کفایت میکنه. یا مثلا اگر فقط یه دونه پایتون 3 دارید بنویسید پایتون 3 کفایت میکنه. ولی من چون یه پایتون 3.9 دارم، یه پایتون 3.12 دارم، یه پایتون 3.13 دارم، اینجا بهتره که ورژنش رو قید کنم. خب میگم پایتون 3.12-m VN مخفف ویرچوال انوایرمنت، محیط مجازی، انوایرمنت مجازی، و مسیر بهش میدم. میگم همین جایی که الان هستی تو همین فولدر 7 که الان ساختیم اسم ویرچوال انوایرمنت هم بذار مثلا مای VN. اسمش دل بخواه، هرچی دوست دارید میتونید بذارید. خب ویرچوال انوایرمنت هم ساخته شد. اینجا محتویاتش رو میبینید. از روی پایتون 3.12 اصلی یک کپی گرفت، یه پایتون مجازی ساخت، اسمشو گذاشت myVN و فعالش میکنم. میگم source myVN bin activate. این کلمه myVN که داخل پرانتز در ابتدای خط نوشته شد یعنی الان انوایرمنت من اکتیوه و من داخل انوایرمنت هم هستم، میتونم هر پکیجی میخوام توش نصب کنم. خب این تا اینجا. یادتونه که چند قسمت قبل رفتیم سراغ گوگل کلاب و گفتم گوگل کلاب یه محیطی که شما میتونید توش به زبان پایتون کد بزنید اما کدتون روی سرورهای گوگل اجرا میشه. و به جای اینکه توی محیط گوگل کلاب ما از فایل های .py استفاده کنیم، از فایل های IPyNB استفاده میکنیم که اصطلاحاً بهشون میگن نوتبوک و همین کلمه IPyNB هم مخفف اینتراکتیو پایتون نوتبوک هست. خب اینجا مثلا من میتونم بنویسم print hello world یا مثلا بنویسم print 2/4. خب به این شکل. حالا من میخوام همین شرایط نوتبوکی، همین استفاده از فایل های IPyNB رو به جای اینکه روی گوگل کلاب داشته باشم روی سیستم خودم داشته باشم. یعنی در محیط VS کد من میخوام یک نوتبوک بسازم و توش کد بزنم. برای این کار اول ما باید پکیج رو نصب کنیم به اسم IPykernel. میگم pip install
ipy kernel. خب صبر میکنم تا پکیج ipy kernel نصب بشه. نصب شد. حالا یه فایل میسازم، مثلا اسمشو میذارم test.ipynb. پسوند فایل ها حتما باید ipynb باشه و برای اینکه شما بتونید از فایل های نوتبوکی استفاده کنید و اجراش کنید باید حتما پکیجی با نام ipy kernel رو پیداش کنم. اینجاست. پکیج ipy kernel رو باید حتما نصب کنید. خب حالا من میتونم بیام اینجا بگم پرینت کن hello world. اینجا میگه که بگوین میخوای کدت رو کدوم پایتون اجرا کنی. میگم رو همین myVNV که ساختم. کد اجرا شد. یا مثلا میگم پرینت 2/4. اینم اجرا شد به همین راحتی، به همین خوشمزگی. پس ما الان یک ویچوال انوایرمنت ساختیم با استفاده از دستور با استفاده از دستور -mvn ما یه ویچوال انوایرمنت ساختیم. با استفاده از دستور سورس مسیر ویچوال انوایرمنتمون رو بهش دادیم و اکتیوش کردیم، فعالش کردیم که بتونیم حالا باش کار کنیم. و با استفاده از دستور پیپ اینستال اومدیم یه پکیج نصب کردیم که مخصوص اینه که بتونی از این نوتبوک ها استفاده کنی. و یک نوتبوک ساختیم با پسوند ipynb. به این پایتون ویرچوالی که ساخته بودیم کانکتش کردیم و کد نوشتیم. کدمونم اجرا شد به همین راحتی، به همین خوشمزگی. حالا من برای اینکه این محیط ترمینالم که دیدید این مقداری الان اینجا شلوغ شده و کلی توش چیز میز نوشته شده، میخوام پاکش کنم خلوت بشه، از دستور کلیر استفاده میکنم. این دستور کلیر رو یادتون نگه دارید، بعد لازممون میشه. خب با استفاده از دستور کلیر این محیط ترمینال رو یکم خلوت رو تمیزش کردم. خب حالا با استفاده از دستور پیپ لیست من میتونم ببینم چه پکیج هایی نصب کردم روی این انوایرمنت هم تا الان. خب ببینید اینا لیست پکیج هاییه که ما تا الان روی این ویرچوال انوایرمنت نصب کردیم. من که همه اینا رو نصب نکردم، من فقط یه دونه ipy kernel نصب کردم. بقیه از کجا اومد؟ خب خود ipy kernel به بقیه پکیج ها نیاز داشت نصبشون کرد. یعنی ipy kernel موقعی میخواست نصب بشه گفت من مثلا ipython هم لازم دارم، خودش اومد ipython رو برای خودش نصب کرد. یا ipy kernel که من نصب کردم دید مثلا پکیج مثلا پلتفرم دیرز رو لازم داره، اومد پلتفرم دیرز رو خودش نصب کرد برای خودش. پس مجموعه تمام پکیجایی که تا الان روی این ویرچوال انوایرمنت ما نصب کردیم ایناست. خیلی خوب. حالا قبل از اینکه وارد بحث اصلی این قسمتمون بشیم و بازی رو با هم طراحی کنیم، برای اینکه ذهنمون نرمش کنه و این مقداری موتورهامون گرم بشه، میخوام با چند تا تابع در مورد لیست ها تو پایتون شما رو آشنا کنم. فرض کنید من یه لیستی دارم به اسم student scores، نمره های یک دانشجو. مثلا یکی از نمره هاش بوده 19، یکی از نمره هاش بوده 20، یکی از نمره هاش بوده 18 و 75، یکی از نمره هاش بوده 17 و 25، یکی از نمره هاش 19 و نیم بوده و یکی از نمره هاش 15 بوده. این احتمالاً نمره درس ریاضیش بوده. من خودم همیشه در دوران تحصیل ریاضیمو با 10-11 پاس میکردم، ولی خب تو بقیه درس‌ها نمرم خوب بود. خب من لیست رو ساختم. حالا یکی از توابعی که ما رو لیست ها همیشه ازش استفاده میکنیم تابع لن هست که قبلا باهاش آشنا شدیم. میگم لن این لیست رو بهم بده، میگه 6 مثلا. این لیست توش 6 تا آیتم وجود داره، 6 تا عدد توش وجود داره. خب یه تابع دیگه تابع مکس هست. میگم مکس استودنت اسکورز رو بهم بده. آفرین، درست حدس زدید. تابع مکس بزرگترین مقدار توی اون لیست رو بهمون میده. میگه
بزرگترین نمره در این لیست نمره 20 هست. پس 20 رو اینجا برامون چاپ میکنه. دیگه چه تابعی؟ آفرین، تابع مین هم داریم. بله، میگم مین استودنت اسکورز رو بهم بده. میگه 15. در این لیست کمترین مقدار 15 است. یه چیزی بچه‌ها دقت کردید، من از دستور پرینت استفاده نکردم. بدون دستور پرینت خودش داره خروجی برام چاپ میکنه. این خاصیت فایل نوتبوکیه. در فایل نوتبوکی شما مجبور نیستید حتما کلمه پرینت رو بنویسید تا چیزی براتون چاپ بشه، بلکه همون چیزی که میخوای رو بنویسی خودش چاپ میشه. خب یعنی من میتونم بگم مین استودنت اسکور میگه 15، میتونم بیام بگم پرینت کن مین استودنت اسکور، بازم همون خروجی رو بهم میده، میگه 15. پس نوشتن دستور پرینت در فایل نوتبوکی خیلی اجباری نیست. یه تابع دیگه تابع سام هست. سام استودنت اسکورز جمع میزنه. آفرین، همه اعداد رو با هم دیگه جمع زد و حاصل جمعشون شد 109.5. یه تابع دیگه تابع سورتد استودنت اسکورز. تابع سورتد میاد لیست رو سورت میکنه، مرتب میکنه از کوچیک به بزرگ. اگر دقت کرده باشید نمره هایی که من اینجا نوشتم از هیچ ترتیب خاصی تبعیت نمیکرد. اول یه عدد کوچیک بود، بعد یه عدد بزرگتر، بعد یه عدد کوچکتر، بعد یه عدد کوچکتر، باز یه عدد بزرگتر، باز یه عدد کوچکتر. ترتیبی بینشون وجود نداشت. وقتی از تابع سورتد استفاده میکنی میاد همون نمرات رو برات سورت میکنه. نمره کوچکتر میره اول لیست، بعد به ترتیب بزرگ میشه، نمره بزرگترین میره آخر لیست. شما تابع سورتد رو حتی روی لیستی از کلمات هم میتونید اعمال کنید. مثلا من میگم یه لیست دارم به نام فرندز علی، زری، پری، امیر، سارا، ندا و امید. خب حالا میگم سورت کن، سورتد این فرندز رو بهم بده به ترتیب حروف الفبا، لیست رو برام مرتب میکنه. میبینید که اونایی که با حرف A شروع میشد اومد اول، بعدش حرف N، بعد حرف O، بعد حرف P، بعد حرف S و حرف Z هم رفت انتهای لیست قرار گرفت. در حالی که اینجا زری نفر دوم بود، ولی وقتی سورت کردیم به ترتیب حروف الفبا زری اومد آخر لیست. خب آماده شدیم؟ موتوراتون گرم شد؟ بریم سراغ پروژه اصلی این قسمتمون. خب پروژه‌ای که می‌خوایم این قسمت با هم انجام بدیم اسمش Remember Numbers هست، به خاطر سپاری اعداد. اول بریم تو دفتر نقاشی، من گیم پلی بازی رو براتون توضیح بدم، بعد بریم سراغ کدنویسی منطقش. این بازی به این شکله که کامپیوتر یه عددی تولید میکنه و به ما نشون میده. مثلا فرض کنید عدد 8. یکم زوم کنم. خب بعد چند ثانیه صبر میکنه، بعد این عدد رو غیب میکنه و صفحه رو تمیز میکنه. میگه حالا به یاد بیار من چه عددی بهت نشون دادم. ما هم حدس میزنیم، میگه مثلا 8 بود. خب در مرحله بعدی کامپیوتر میاد به این دنبال اعداد یه دونه دیگه اضافه میکنه. میگه مثلا خب حالا یه عدد دیگه هم کنارش تولید میکنه، مثلا 8 و 6. 8 و 6 رو چند ثانیه به ما نشون میده، بعد غیب میکنه. میگه حالا یادت بیار چه عددی رو بهت نشون دادم. ما هم میگیم که مثلا 8 و 6 رو بهمون نشون دادیم. این به عنوان اینپوت وارد میکنیم، میگیم 8 و 6. باز کامپیوتر اینا رو با هم مقایسه میکنه، میگه بله درسته و یه دونه دیگه بهش اضافه میکنه برای راند بعدی. مثلا این دفعه 2 8 6 2. دوباره چند ثانیه اینا رو بهمون نشون میده و پاک میکنه و میگه حالا دوباره به خاطر بسپار من چه عددی رو بهت نشون دادم. باز ما مثلا میگیم که خب 8 و 6 و 2 رو بهمون نشون دادی. دفعه بعد راند بعدی یه دونه دیگه بهش اضافه میکنه، مثلا 9
8 6 2 9 و باز اینا رو چند ثانیه بهمون نشون میده، بعد قید میکنه، میگه حالا بگو چه عددی رو من برات تولید کرده بودم. میگیم 8 6 2 9. باز یه دونه دیگه اضافه میکنه، مثلا این دفعه 4 8 6 2 9 4. باز اینا رو قید میکنه، میگه حالا بگو چه عددی رو برات تولید کردم و این قضیه انقدر ادامه پیدا میکنه تا یک جایی که من موقعی که میخوام حدس بزنم میگم مثلا خب 8 6 2 9 5. بعد میاد این رو با هم مقایسه میکنه، میبینه که نه، شما اشتباه حدس زدی، چون عدد آخر 4 بود ولی ما اشتباهاً چیزی که تو یادمون مونده بود عدد 5 بود که درست نیست. اینجا ما بازیمون تموم میشه و به کاربر میگیم تو تونستی تا مرحله 5 ادامه بدی. یه بازیه که برای تقویت حافظه هم خیلی مفیده. خب بریم سراغ کد نویسیش. موافقید؟ یه فایل پایتونی میسازم، اسمشو میذارم remember numbers.py. خب اینجا هم میگم برای این کد از همین ویرچوال انوایرمنتی که ساختم استفاده کن. ببینید من میتونم از پایتون های اصلی استفاده کنم، یه پایتون 3.9 دارم، یه پایتون 3.12 دارم، یه پایتون 3.13 دارم. میتونم از این پایتون های اصلی استفاده کنم. پیشنهاد نمیشه این کارو بکنیم. راه اصولی و استانداردش اینه که من بگم از این پایتون ویرچوال استفاده کن، از این پایتون مجازی استفاده کن، که حتی خود بی اس کد هم جلوش نوشته ریکامندد، میگه من پیشنهاد میکنم از این پایتون مجازی استفاده کنی. خب یکی از دلایلش اینه که بچه‌ها خود سیستم عامل ها مثل لینوکس یا مک او اس از پایتون استفاده میکنن، یعنی برای خود سازوکارهای درونی سیستم عامل دارن از پایتون استفاده میکنن. اگر شما هم بیاید از همون پایتونی استفاده کنید که سیستم عاملتون داره ازش استفاده میکنه، ممکنه به مشکل بخورید. مثلا شما بزنید ناخواسته یک پکیج رو پاک کنید یا ورژن یک پکیج رو تغییر بدید، اینجوری سیستم عاملتون به مشکل میخوره و دیدید بعضی وقتا میبینی هیچ راهی نداری جز این که مجبوری سیستم عاملت رو عوض کنی یا ویندوز رو دوباره نصب کنی یا مثلا لینوکس رو دوباره نصب کنی. یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما داشتیم از پایتون اصلی سیستم عامل استفاده میکردیم، زدیم یه جایشو خراب کردیم. خوبی استفاده از ویرچوال انوایرمنت های پایتون، یکی از خوبی هاش اینه که من هر خرابکاری هم بکنم روی محیط مجازی خودم فقط اعمال میشه، اون پایتون اصلی که روی سیستم عاملم هست دچار مشکل نمیشه. خب چه پکیج رو ایمپورت کنم برای این بازی؟ شما بگید. آفرین، قطعا یکی از پکیجایی که لازم داریم پکیج رندوم هست. اصلا بازی بدون رندوم مزه نداره. پکیج تایم رو لازم دارم برای اینکه گفتم میخوایم اون اعداد، اون سکونس اعداد، رشته دنباله اعداد چند ثانیه به کاربر نمایش داده بشه بعد پاک بشه، باز چند ثانیه دیگه به کاربر نمایش داده بشه باز پاک بشه، که کاربر بتونه سعی کنه یادآوری کنه اون اعداد رو دوباره بنویسه. چون داریم در مورد ثانیه صحبت میکنیم از پکیج تایم استفاده میکنیم. و پکیج OS، یه پکیجی که تا حالا ازش استفاده نکرده بودیم، تازه دارم بهتون معرفی میکنم. پکیج OS که مخفف اپراتینگ سیستم هست، یعنی سیستم عامل، یه پکیجیه که تو پایتون به ما کمک میکنه با سیستم عامل ارتباط برقرار کنیم. مثلا من تو سیستم عامل کارهایی که میکنم اینه که یک فولدر رو ممکنه رینیم کنم، یه فولدر رو کپی پیست کنم، یه چیزی رو حذف کنم، یه چیزی رو کات کنم، یه سری کارهای ساده. مثلا میتونم بیام محتویات داخل یه فولدر رو ببینم. این کارهایی که ما با سیستم عامل انجام میدیم داخل پکیج OS هم تو پایتون قابل انجامه. حالا چند دقیقه دیگه متوجه میشید که من چرا برای این پروژه پکیج OS رو ایمپورت کردم. خب قبل از هر چیز میام یه خوشامدگویی برای کاربر چاپ میکنم، پرینت میکنم، مثلا welcome to remember number game. خب یه دم اینجا بذارم to the remember number game. یه پرینت دیگه برای کاربر میذارم، بهش توضیح میدم که این بازی از چه قراره و باید چیکار کنه. میگم try to remember the sequence of numbers, the sequence of numbers
and repeat it. به کاربر میگم که تو این بازی باید سعی کنی یک دنباله از اعداد رو به خاطر بسپاری و اون رو دوباره تکرار کنی. یه پرینت دیگه برای کاربر میذارم، میگم توی هر راند این سکونس بزرگتر میشه. The sequence will get longer each round. تو هر راند این سکونس طولش افزایش پیدا میکنه. Let's see how far you can go. ببینیم که تو چقدر میتونی بری جلو. به کاربر میگیم ببینیم تو تا کجا میتونی بری جلو و در نهایت هم پرینت میکنیم کاربر عزیز تو میتونی تایپ کنی کلمه کویت رو هر زمانی که خواستی anytime to stop playing. هر وقت کلمه کویت رو تایپ کنی از بازی میتونی خارج بشی. خب این یه خوش آمدگویی و یه راهنما برای کسی که تازه میخواد بازی ما رو انجام بده. حالا میریم سراغ منطق خود بازی. یه لیستی میسازم به اسم سکونس که این قرار همون اعدادی که کامپیوتر تولید میکنه رو داخل خودش نگه داره. مثلا کامپیوتر اول عدد 8 رو داخل این لیست اپند میکنه، میره از کاربر میپرسه برمیگرده یه دونه دیگه بهش اضافه میکنه، مثلا 2 میره از کاربر میپرسه برمیگرده یه دونه دیگه بهش اضافه میکنه، 7 مثلا، بعد 9، بعد 5، بعد 0، بعد 1، بعد دوباره 5 و این لیستیه که قراره اون سکونس اعداد، اون دنباله اعداد دونه دونه داخلش قرار بگیره و هر راند ما از کاربر این مقادیر رو سوال میکنیم و در شروع بازی این لیست خالی. یه متغیر میسازم به اسم راوند نامبر یا اون شماره راند که اول یکه، یعنی ما از بازیمون از مرحله 1 شروع میشه، بازیمون از راند 1 شروع میشه. یه وایل ترو میذارم. خب اولین کاری که انجام میدم اینه که تو هر راند پرینت میکنم که ما الان تو چه راندی هستیم. میگم راند نامبر، ما الان تو مرحله 1 هستیم. بعدش میام یه عدد رندوم تولید میکنم و داخل لیست ذخیره میکنم. میگم نیو نامبر مساوی با رندوم دات رند اینت، یه عدد رندوم بین 0 تا 9 بساز و سکونس دات اپند نیو نامبر، به لیست سکونس اینو اضافه کن. مرحله بعد اینه که این مقادیر داخل سکونس رو به کاربر نمایش بدم، بگم اینا رو ببین، چند ثانیه اجازه داری اینا رو ببینی. پس پرینت میکنم برای کاربر، میگم remember this sequence، این سکونس رو به خاطر بسپار. remember this sequence، پرینت میکنم سکونس رو. خب مرحله بعدی اینه که چند ثانیه این سکونس برای کاربر نمایش داده شد بعد صفحه پاک بشه. خب چند ثانیه قبل بهتون گفتم که ما برای اینکه ترمینالمون رو، چند ثانیه نبود، چند دقیقه قبل بهتون گفتم برای اینکه ترمینالتون رو که مثلا توش کلی چیز چاپ شده بخواید تمیز کنید، کافی از دستور کلیر استفاده کنید. ترمینالتون رو تمیز میکنه، صفحه رو پاک میکنه. اما در هر سیستم عاملی این کلمه متفاوته. مثلا توی ویندوز به جای کلمه کلیر شما باید بنویسید CLS، یعنی شما ترمینال ویندوز رو باز کنید باید بنویسید CLS تا صفحتون تمیز بشه و ترمینالتون پاک بشه. تو لینوکس
همین کلیره. هر سیستم عاملی ممکنه کلمه متفاوتی باشه. پس من اینجا برای اینکه میخوام کدم روی سیستم عامل‌های مختلف درست کار کنه میام ایف میذارم، میگم اگر os.name مساوی بود با nt. بچه‌ها nt منظورم همون ویندوزه. حالا اینجا من اصلا کامنت میذارم که بعداً یادم بمونه. اینجا نوشتم nt یعنی همون ویندوز، این اسمشه دیگه. حالا از دید این پکیج OS اسم سیستم عامل ویندوز NT. اگر تو ویندوز بودی بیا تو ترمینال دستور CLS رو اجرا کن. os.system میاد یه دستوری تو ترمینال اجرا میکنه، دستور CLS رو تو ترمینال ران میکنه. else در غیر این صورت مثلا منظورم اینه که یا توی مک OS هستی یا توی لینوکس هستی. اگر توی مک OS یا لینوکس بودی os.system clear به این شکل. خب قبلش هم میگم time.sleep مثلا 3 ثانیه. پس لیست مقادیر رو به کاربر نمایش میدم، 3 ثانیه صبر میکنم، صفحه رو تمیز میکنم، باز یه دونه عدد به اون لیست اضافه میشه، دوباره لیست رو به کاربر نمایش میدم، 3 ثانیه صبر میکنم، لیست رو تمیز میکنم. خب تا همینجا اجرا کنیم، برنامه رو ببینیم. خب میخوام برنامه رو اجرا کنم، میگم پایتون اسم کدم remember numbers.py، از دستور پایتون استفاده میکنم و بعد میگم remember numbers.py. میتونیم از این دکمه ران توی VS Code یا پایچن هم استفاده کنیم، ولی راه حرفه‌ای‌تر و بهترش اینه که از طریق ترمینال کد هامون رو عادت کنیم اجرا کنیم. خب کدم رو اجرا میکنم، بازی شروع شد، یه عدد من نشون داد، 3 ثانیه صبر کرد، صفحه رو پاک کرد، دوباره عدد دیگه نشون داد، با 3 ثانیه صبر کرد، صفحه رو پاک کرد، یه عدد دیگه بهم نشون داد. ببینید همینجوری هر 3 ثانیه صفحه پاک میشه و یه مقداری بهش اضافه میشه. حالا میگم هر دفعه بیا از کاربر هم ورودی بگیر، یعنی بعد از اینکه مقادیر رو چاپ کردی و 3 ثانیه صبر کردی و صفحه رو پاک کردی، حالا نوبت کاربره که بیاد شروع کنه به حدس زدن، بیاد شروع کنه این اعداد رو وارد کنه. میگم for I in range len sequence. قبلش هم یه دونه لیست دیگه میسازم، اسمشو میذارم player sequence، لیستی که کاربر میخواد وارد کنه. تو دفتر نقاشی یادتونه دیگه ما 2 تا لیست داشتیم، لیست واقعی، لیستی که اعداد اصلی توشه که کامپیوتر تولید کرده، لیستی که عددی که کاربر حدس زده، که حالا این دو تا با هم مقایسه میشه، اگه اینا با هم برابر بودن کاربر میره راند بعدی، اگر این دو تا با هم برابر نبودن کاربر میبازه. پس یه لیست پلیر سیکونس میسازم، میگم هی بیا از کاربر ورودی بگیر، یوزر اینپوت مساوی با دستور اینپوت، یه ورودی از کاربر دریافت کن. یا میتونیم قبلش هم یه پیامی برای کاربر چاپ کنیم، بگیم مثلا حالا نوبت تویی که حدس بزنی now enter the sequence number by number. میگم دونه دونه عددا رو وارد کن. کاربر عددا رو وارد میکنه. بالاتر به کاربر قول دادیم اگر کلمه کویت رو چاپ کرد از بازی خارج بشه. پس اینجا من اول چک میکنم، میگم که اگر این ورودی که کاربر وارد کرده کلمه کویت بود، مثلا پرینت کن مرسی که تا اینجا بازی کردی، مثلا خداحافظ، thanks for playing و مثلا see you next time. و یه دونه
ایموجی بای بای هم براش چاپ میکنم. اینجاست به این شکل. و دستور اکسیت. دستور اکسیت بچه ها در زبان پایتون برنامه رو همون جایی که هست متوقف میکنه، میپره بیرون، اصلا کار نداره. شما تو حلقه وایل قرار داری، شما برنامه هنوز ادامه داره، ادامه نداره، به محض اینکه دستور اکسیت اجرا بشه خداحافظ، از کد میپره بیرون و اجرای برنامه خاتمه پیدا میکنه. خب در غیر این صورت else یعنی کاربر یه عددی وارد کرده، عددی که کاربر وارد کرده رو به لیست اعداد اضافه کن، اما اول اینتش باید بکنیم. میگم این تو پلیر سیکونس، تو این لیستی که قرار بود عددهای حدس زده شده کاربر توش وارد بشه، بیا اپند کن اینت شده یوزر اینپوت رو. چرا اول اینتش میکنم؟ چون ما میدونیم دستور اینپوت همیشه خروجی که برای ما برمیگردونه استرینگه. اگر این استرینگ کویت بود که هیچ، خداحافظ. اگر این استرینگ کویت نبود، بیا تبدیلش کن به عدد، بعد اپندش کن به لیست. خیلی خوب، از حلقه میام بیرون. حالا کاربر حدساشو زد، مثلا اگر 5 تا عدد باید حدس میزد، این حلقه 5 بار تکرار میشه، کاربر 5 تا عدد رو حدس میزنه. حالا وقتشه که اینا رو با هم مقایسه کنیم، ببینیم آیا این عددی که کاربر وارد کرده تو این لیست ذخیره شده با اون لیست واقعیه یکسانه یا نه. آیا این لیست و این لیست عدداش با هم یکسانن یا نه. اگر این دوتا با هم یکسان بودن، خب یه پیام تبریک برای کاربر چاپ میکنم و میگم مثلا مرسی که اینو درست حدس زدی، میری مرحله بعد. مثلا میگم باریکلا correct، مثلا moving to the next round. بعدش هم این متغیر راند نامبر که اول کار برابر با 1 بود، یعنی ما تو راند 1 بودیم، این یه واحد افزایش پیدا میکنه، میشه راند نامبر به علاوه مساوی با 1، یه واحد بهش اضافه میشه. در غیر این صورت یعنی اشتباه وارد کرده، مثلا باید عدد 4 رو میزده، اشتباها نوشته 5. اینجا دیگه میگیم گیم اوور و خداحافظ. پرینت میکنیم مثلا oops that was incorrect. عددی که وارد کردی درست نبود. یه دونه از این ایموجی های ناراحت هم براش میذارم. ناراحت. بعد پرینت میکنم مثلا you made it to round، مثلا شما تا راند فلان اومدی جلو، good job، خوب بود، عملکردت قابل تحسین بود. و بعدش هم بریک میکنیم و میایم بیرون. خب بچه‌ها اینجا من میخوام عدد راند رو وارد کنم، یعنی بگم مثلا you made it to round 7، مثلا شما تا راند 7 اومدی جلو. میخوام توی این استرینگ یه متغیر اون وسط چاپ کنم. اینجا یه نکته خیلی بامزه از پایتون میخوایم یاد بگیریم. اگر شما در ابتدای استرینگتون حرف F رو بذارید، اصطلاحاً به این تو پایتون میگن F استرینگ. F استرینگ به شما اجازه میده که شما در وسط یک استرینگ آکولات باز کنی، مقدار متغیری که دوست داری رو چاپ کنی. به همین راحتی. یعنی قبلش یه جمله ثابت چاپ میشه، بعد یه مقدار متغیر چاپ میشه، بعدش باز یه سری کلمات ثابت چاپ میشه. باید حتما F رو قبل از شروع استرینگ بذاریم تا بتونیم داخل استرینگمون با آکولات یه متغیر رو چاپ کنیم. خب این بریک از کجا میاد بیرون؟ از این وایل اصلیه میاد بیرون. چرا از این فور نمیاد بیرون؟ چون اصلا ما تو فور نیستیم. دستور فور از این خط شروع شده تا اینجا. این دستوراتی که الان هایلایت کردم داخل فور قرار گرفتن. وقتی ما ایندنت میزنیم، ایندنت در واقع اوتدنت میزنیم، میایم عقب و
از اول خط دوباره زیر فور شروع میکنیم، ما دیگه تو فور نیستیم، ما بعد فور هستیم. یعنی فور تموم شده، حالا دستور بعدی داره اجرا میشه. پس وقتی با دستور بریک مواجه میشیم، دستور بریک از حلقه‌ای که توش هست میاد بیرون، نه از وایل میاد بیرون. این دستور بریک اصلا داخل حلقه فور نیستش که بخواد از فور بیاد بیرون. دستور بریک داخل این وایل ترو اصلی است، پس از تو این وایل ترو اصلیه میاد بیرون. خیلی خوب، بریم با هم یه دور بازی کنیم، خروج رو ببینیم. ترمینالمو باز میکنم، دوباره میگم پایتون remember numbers.py، این برام باز کن. خب یه عدد داره به من نشون میده، بعد صفحه رو پاک کرد. حالا منتظره که ببین 3 ثانیه صبر کرد، صفحه رو پاک کرد. منتظر من الان حدس بزنم اون عدد چه بود. دیدمش دیگه، 8 بود. اوکی، حالا یه دونه دیگه اضافه کرد، راند 2. دوباره اینا رو من نشون میده، دوباره پاک میکنه. ما باید تو همون چند ثانیه سریع عددا رو به خاطر بسپاریم، بعدش بدونیم وارد کنیم. میگم 8 و 1. خب درست بود. حالا بعدی 8 1 5 8 1 5. حالا بعدی یه دونه دیگه اضافه شد، 8 1 5 6 8 1 5 6. یه دونه دیگه اضافه شد، 8 1 5 6 7. یه دونه دیگه اضافه شد، 8 6 5 6 7 7. 8 6 5 ببخشید اشتباه زدم، 8 1 باید میزدم. حالا خلاصه اشتباه زدم دیگه. آره اشتباه زدم. الان چی میشه؟ میگه اوپس that was incorrect. یه دونه ایموجی ناراحت هم همون چاپ کرد. بعدش هم میگه که شما تا راند 6 موفق شدی بیای جلو. گود جاب، اشکال نداره، خوب کاری کردی، از ارزش‌هات چیزی کم نمیشه. باریکلا. و بازی تموم شد. خب این بازی جذاب رو شما میتونید برای تقویت حافظتون توی خونه انجام بدید و علاوه بر تقویت حافظه، برای تقویت مهارت برنامه‌نویسیتون هم حتما این بازی رو طراحی کنید. خیلی خوب، این از این. خب حالا میخوام شما رو با یه پکیج جذاب در پایتون آشنا کنم. مرورگرم باز میکنم و اینجا می‌نویسم rembg. یه ریپوزیتوری هست در گیت هاب به نام rembg که مخفف remove background هست. با استفاده از این پکیج که با هوش مصنوعی ساخته شده، شما میتونید بک‌گراند یک عکس رو حذف کنید. مثلا اینجا میبینید که مزرعه حذف شده و فقط خود آقا فیله باقی مونده، یا مثلا اینجا تصویر پس زمینه کوهستان حذف شده و فقط این دختر باقی مونده. خب برای اینکه من از این پکیج استفاده کنم، اولا میگه که پایتون حتما باید بین 3.7 تا 3.13 باشه. خب منم پایتونم 3.12 دیگه، یعنی این شرط روش برقراره. خیلی هم عالی. میگه که حالا باید پکیج رمبیجی رو نصب کنی. پیپ اینستال رمبیجی. اوکی، ترمینالمو باز میکنم، میگم پیپ اینستال رمبیجی. صبر میکنم تا این پکیج نصب بشه. خب پکیج نصب شد. یه فایل جدید میسازم، اسمشو میذارم remove background.py. ایمپورت میکنم پکیج رمبیجی رو و from پکیج پیل ایمپورت میکنم ایمیج رو. چون با تصاویر سر و کار داریم، با ایمیج سر و کار داریم، نیاز به استفاده از پکیج پیل هم داریم. خب اول باید یه عکس ورودی بهش بدم. بذار من یه عکس از خودم بگیرم. خب این عکس رو اکسپورت میکنم در مسیر
documents python pylearn فولدر 7 با نام sajjad.jpg سیوش میکنم. این عکس ماست، این عکس ورودیمونه. حالا میگم input image مساوی با image.open مسیر عکس همو بهش میدم sajjad.jpg. این از عکس ورودی. حالا این عکس رو میدم به رمبیجی که این برام بک‌گراندش رو ریموو کنه. میگم output image مساوی با rembg remove input image. ببینید عکس ورودی رو، یعنی همین عکسی که من الان از خودم گرفتم رو میدیم به پکیج رمبیجی که بک‌گراندش رو ریموو کنه، نتیجه نهایی رو میریزه توی متغیر output image. یعنی مثلا اینجا این فیلی که بک‌گراند داره میشه input image، این فیلی که بک‌گراند نداره میشه output image، تصویر خروجی، تصویر نتیجه. خب حالا این متغیر output image رو میخوام سیوش کنم. میگم output image dot save مثلا با نام result dot png اینو سیو کن. برنامه رو اجرا میکنم. clear python remove background dot py. خب کد به من خطا داد، گفت یه پکیج دیگه هم هنوز باید نصب کنی. اوکی، میگه این پکیج رو من نیاز دارم ازش استفاده کنم، میخوام ایمپورت کنم پکیج اونیکس رانتایم رو، ولی پیداش نمی کنم. پس ما باید پکیج اونیکس رانتایم هم نصب کنیم. در جلسات مربوط به هوش مصنوعی توضیح خواهم داد بعدن که این اونیکس رانتایم چیه، ولی اینجا ما فعلا وارد جزئیاتش نمیشیم، فقط میخوایم نصب کنیم ازش استفاده کنیم. میگم pip install اونیکس رانتایم. این پکیج هم برامون نصب بشه. این پکیج هم نصب شد. خب تازه یه وارنینگی داره میده، میگه که بیا خود پیپت رو هم آپدیت کن. پیپت ورژن 24.2 ولی پیپ جدیدی که اومده 24.3. یعنی این پیپ پکیج منیجر پایتون علاوه بر این که میتونه برامون رمبیجی رو نصب کنه، علاوه بر این که میتونه برامون مثلا اونیکس رانتایم رو نصب کنه، حتی میتونه خودش رو هم نصب کنه. یعنی خود پیپ رو آپدیت کنه. یه عکس جالبی هم تو اینترنت در رابطه با همین موضوع پخش شده از اوباما، فکر کنم الان پیداش کنم. پیپ اینستال پیپ نیم. این یه عکسی از اوباما که خودش داره به خودش مدال اهدا میکنه. بعد میگه این مثل اینه که بنویسی پیپ اینستال پیپ، یعنی پیپ خودش بیاد پیپ رو نصب کنه. خب ما دقیقاً الان میخوام اینجا همین کار بکنیم. میگه بیا با استفاده از این دستور پیپ اینستال آپگرید پیپت رو با پیپ آپدیت کن. میتونیم این کار نکنیم، ولی خب من چون خودم همیشه دوست دارم از جدیدترین ورژن ها توی هر پکیج استفاده کنم، این کار رو انجام میدم. پیپ هم آپدیت شد. خب یکم این ترمینال هم شلوغ شد. با دستور کلیر ترمینال رو تمیز میکنم و دوباره کدم رو اجرا میکنم. میگم پایتون remove background. چون داریم از یکی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده میکنیم، لازمه که اول یک فایلی که مربوط میشه به همون الگوریتم هوش مصنوعیش دانلود بشه و بعد برنامه‌مون اجرا میشه. برای همین باید ما چند ثانیه صبر کنیم تا اون فایل مربوط به الگوریتم هوش مصنوعیش دانلود بشه. خب ریزالت رو اینجا برامون تولید کرد. بازش میکنم. بله اینم تصویر خروجی. میبینید همین تصویر ورودی رو برداشت با هوش مصنوعی
تصویر بک‌گراند رو تشخیص داد و حذفش کرد و فقط خود من باقی موندم. اینم یکی از پکیج های بامزه و جذاب در پایتون. اگر از این پکیج خوشتون اومد بیاین حتما ریپوزیتوری رو استار بزنید. مثل شبکه‌های اجتماعی که پست های همدیگر رو لایک میکنیم، ما برنامه‌نویس ها در گیت هاب کد های همدیگر رو استار میزنیم، مثل لایک میمونه. تقریبا 17,000 نفر اومدن قبلا این ریپوزیتوری رو خوششون اومده و استار زدن. این آقای اسم برنامه‌نویسش چیه؟ دانیل چی؟ آره، دانیل گیتیس یه همین چیزی. آقای دانیل، برید این کد آقای دانیل رو هم اگه خوشتون اومد استار بزنید. خب حالا وقت چیه؟ وقت این که برنامه ها رو ببندیم و تمام. امیدوارم که از تماشای این قسمت لذت برده باشید. تمرین ها رو حتما انجام بدید و برام بفرستید. اگر نظری دارید برام کامنت بذارید، خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم. همه کامنت ها رو میخونم و لطفاً این دوره رو به دوستاتون هم معرفی کنید تا با ما همراه بشن. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.